این لحظه بازداشت بابک شهبازی است، جاسوس موساد به دست سربازان گمنام امام زمان در وزارت اطلاعات. شهبازی زمانی پیمانکار طراحی و نصب دستگاه‌های خنک کننده صنعتی بود، دستگاه‌هایی برای خنک کردن سرورهای مراکز دفاعی و امنیتی حساس. آشنایی او با سرویس جاسوسی رژیم صهیونیستی برمیگردد به اواخر سال 1400. فروش اطلاعات طرح‌های نظامی و امنیتی مهم و نقاط ضعف و قوتشان و فروش اطلاعات سران رده بالای نظام جمهوری اسلامی ایران به سرویس جاسوسی موساد در ازای 120 میلیون دلار پول نقد یا رمز ارز و اقامت دائم در آمریکا. این کارها را با همکاری جاسوسی به نام اسماعیل فکری که او هم اعدام شد انجام میداد. مثل آمریکا باشه، مثل انگلیس باشه، مثل اسرائیل باشه، پول از این کشورها بگیره و این اطلاعات مکانها رو به اون کشورها ارائه بده. یک افسر موساد حتی به بابک شهبازی اطمینان می‌دهد هیچ خطری تهدیدش نمی‌کند و قبل از هر اتفاقی او را از ایران فراری می‌دهد. افسران موساد به او آموزش و مقداری رمز ارز برای دستخوش هم می‌دهند. بعد یک ساعت معین باید آنلاین شد. چرا؟ خب که مثلا اطلاعاتو بدی، اطلاعات بگیری، دستورالعمل بدن، چیکار کن چیکار نکن، جواب بدی. او را در نهایت حافظان امنیت در وزارت اطلاعات و سازمان حفاظت اطلاعات سپاه بازداشت و پس از برگزاری چند جلسه دادگاه به اتهام همکاری اطلاعاتی و جاسوسی به نفع رژیم صهیونیستی محاکمه و اعدام می شود. اطلاعات حساس کشورش را فروخت به بهای گرفتن پول و اقامت آمریکا، اما نه به آن رسید و نه افسران موساد توانستند جانش را نجات دهند. محمد